دوستان سلام، حالتون چطوره؟ مطمئنم همتون این ویدیو رو تا آخر میبینید چون میخوام خوشمزه ترین سوغاتی استان گیلان یعنی کوکی لاهیجان رو بهتون یاد بدم. ببینید چقدر جذاب شده، دقیقاً مثل همون کوکی که از لاهیجان میگیریم برای عزیزانمون رو سوغاتی میبریم. این کوکیا پر از گردو و کشمشه و درست کردنش هم اصلاً کاری نداره. خیلی راحت با دیدن این آموزش میتونین درستش کنین و مخصوصاً برای عید فوق‌العاده است، بی‌نظیره. من که عاشق کوکی لاهیجانم، هر وقت میرم لاهیجانم این کوکیا رو میگیرم و سوغاتی میبرم برای مادر بزرگم و خالم. و ببینید چقدر جذابه، هم کاملا نرمه، بافتش رو ببینید عالی شده. حتما این آموزش رو ببینید و درستش کنید و لذتش رو ببرید. لطفاً سابسکرایب هم یادتون نره و نظراتتون رو در مورد کوکی لاهیجان حتما برام بنویسید. بریم برای درست کردن این کوکی جذاب و خوشمزه. من چون میخوام به روش کارخونه‌ای درستش کنم و اصل کوکی لاهیجان رو بهتون یاد بدم، اول 75 گرم روغن صاف قنادی رو با 110 گرم پودر قند با همزن برقی 5 دقیقه میزنم تا به یه بافت لطیفی برسن. حالا اگه میخواید از کره به جاش استفاده کنین، حتما باید دوغش رو ازش جدا کنین. یعنی دیدین وقتی کره رو آب میکنین روش یه مایع سفید رنگی جمع میشه، اون دوغشه. دوباره باید بذارینش سرد شه و ببنده و بعد به سادگی کره رو از دوغش جدا کنین و فقط از کره برای شیرینی استفاده کنین. حالا ما 5-6 دقیقه این موادمون رو با همزن برقی میزنیم تا بافتشون پفکی بشه. بعد 25 گرم روغن مایع مخصوص پخت و پز رو اضافه میکنیم و همچنان همشون میزنیم حدوداً 2 دقیقه. بعد نوبت اضافه کردن تخم مرغه که یه دونه تخم مرغ رو میشکنیم توی موادمون و همینجوری که داریم همشون میزنیم نصف قاشق چایخوری وانیل رو هم بهشون اضافه میکنیم. 1 دقیقه که همشون زدیم تخم مرغ دوم رو هم اضافه میکنیم و 1 دقیقه هم تخم مرغ دوم رو هم میزنیم. بعد نوبت اضافه کردن 1/4 لیوان شیر همدمای محیطه که اون رو هم میریزیم توش و باز فقط در حد 1 دقیقه همشون میزنیم. دقت کنیم که همه مواد باید در دمای محیط باشن. حالا بریم سراغ مواد خشکمون. 2 پیمونه آرد رو با 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو و نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر مخلوط میکنیم. اندازه 1 پینچ نمک هم بهشون میزنیم و موادمون رو هم میزنیم تا یک دست بشن و این مواد خشک رو باید در چند مرحله روی موادی که داشتیم هم میزدیم الک کنیم و همچنان همشون بزنیم. من این مقدار مواد خشک رو در 3 مرحله روی موادم الک کردم و با دور کند همزن همشون زدم تا کاملا یک دست هم بخورن و به خورد هم برن. دوستان در اینجا لازمه بگم که اگه این آموزش رو دوست دارین میتونین پیجم رو سابسکرایب کنین تا کلی آموزش غذا و شیرینی‌های سنتی دیگر رو هم بهتون یاد بدم. مرسی که با لایک و کامنت هاتون از من حمایت میکنین. موادتون که یک دست شدن و به همچین بافت و غلظتی رسیدن، نوبت اضافه کردن گردو و کشمشه. 80 گرم گردو رو جوری خورد کنین که کاملا زیر دندون بیاد. 80 گرم کشمش پلویی رو هم بریزید قاطیش رو با 1 قاشق غذاخوری آرد همشون بزنین تا فقط سطحشون آردی بشه. این کار باعث میشه که کشمش و گردو توی شیرینی ته‌نشین نشن. حالا به مواد کوکی اضافهشون میکنیم و این بار با لیسک فقط در حدی که مخلوط بشن و به خورد هم برن آروم همشون میزنیم. روی ظرف رو هم میپوشونیم و 1 ساعت میذاریمش توی یخچال تا کاملا سرد بشه. بعد با اسکوپ زن 1 قاشق ازش بر میداریم و روی سینی فری که روش هم کاغذ روغنی پهن کردیم میذاریمشون به همین صورتی که میبینید. البته مثل من میتونین با قاشق غذاخوری هم این کار رو انجام بدین. فقط برای اینکه شیرینیتون پهن نشه سینی فر رو هم از قبل بذارین توی یخچال تا سرد بشه. حالا این کوکی های جذاب ما باید برن توی فری که از قبل با دمای 180 درجه داغش کردیم تا 20 دقیقه بپزن. منم که دارم از سولاردوم استفاده میکنم میذارمش تو حالت فر، دماش رو روی 180 درجه سانتیگراد میذارم و مدت زمانش رو 20 دقیقه تنظیم میکنم و تمام. اینم از کوکیای ما که رفقا واقعا جذاب تر از این نمیشه درستش کرد. قول میدم عاشقش بشین. حتما به تمام نکاتی که گفتم توجه کنید و درستش کنید و در کنار عزیزانتون لذتش رو ببرید.
و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانتون. مقدار مواد لازمش رو هم توی کپشن براتون می‌نویسم. ببینید چه بافتی داره. به به به، خیلی زود برید تو کارش. تا یه آموزش جذاب دیگه خیلی مراقب خودتون باشید.